رئیس جمهوری مالی ابراهیم بوبکر کیتا روز سه‌شنبه در یک اظهارات تلویزیونی استعفایش را اعلام کرد. این کار بعد آن صورت گرفت که نظامیان در مالی تبدلات کردند و پرزیدنت و برخی از منصبداران دیگری بلندپایه را دستگیر نمودند. اگر امروز بخشی از نیروهای مسلح فکر میکنند که با دخالت آنها حکومتداری من باید تمام شود، آیا انتخاب دیگری هم دارم؟ من تشنه خونریزی نیستم تا به این وسیله مقام خود را حفظ کنم. حالا استعفای فوری خود و پراکنده شدن حکومت و اسامبله ملی را اعلام میکنم. خدا مردم ملی را نگه دارد. در این کشور افریقایی از ماه ایون باز اعتراضات جریان دارد. ناراضیان کیتا را به فساد و بد شدن وضعیت در شمال و مرکزی مالی، جایی که سالهای اخیر جنگجویان اسلامی فعال شدند، عیبدار کرده و استعفای او را طلب داشتند. روز سه‌شنبه معلوم شد که نظامیان تبدلات کرده، پرزیدنت و سروزیر منصبداران بلندپایه و چندی از گنرال ها را بازداشت کردند. ادامه قضیه به چه شکل پیش می رود و تبدلاتگران چه هدف دارند فعلا روشن نیست.